سه در مقابل یکی ما. حامد بزن حامد، پس برای حسن رمضانی دروازه خالی رو نمیزنه. خدایا دروازه خالی رو حسن رمضانی نمیتونه باز بکنه. 2 دقیقه فرصت باقی است. خدایا حالا روی سر شروین بزرگ باز هم فرصت هست. امین متوسل زاده دور میکنن یاران تیم نفت امیدی. ضربه سر رو میزنه، ضربه برگردون به تیر میخوره، به تیر میخوره، برگردونه حسن رمضانی. این دومین تیری که ما میزنیم ای خدا، شانس هم نداریم، شانس هم نداریم. 1 دقیقه فرصت باقی است. داور حالا میاد 5 دقیقه باید وقت تلف شده رو منظور بکنه. فرصت دارن خطرناک. نصرالله درفشی نباید اجازه 1 و 2 بدن، نمیدن. حسین نظیری توپ رو کنترل میکنه. حالا ما 4 تایمون 3 نفر. بیا حامد برای امین متوسل زاده، امین سر بالا برای حامد اکبری پور، توپش رو دور میکنن. امین سرش پایین بود. آها فرصت برای حامد، دیریب میزنن، دروازه خالی، بچینه دروازه بازم. خدایا با ما یار نیستی. شد بازم یار با ما نیست. ندیدی تیر دروازه، دروازه خالی که حسن رمضانی بازم به تیر دروازه میکوبه. بازم تیر دروازه. تموم شده 90 دقیقه، وقت تلف شده هم تموم شده. کنان طاهر نژاد بفرست رو دروازه، ضربه سر از شروین بزرگ، بازم به تیر، بازم به تیر. یا خدا بازم به تیر. ما نمیخوایم گل بزنیم. شروین بزرگ هم به تیر میکوبه. ای خدا که بازم شروین بزرگ به تیر میکوبه. توپ توی گل بود یا خیر نمیدونیم. تصویربردار ما گرفته، گل بود، گل بود. حامد الطافی برادر من هم گرفته تصویر رو، میگه گل بود و گل